بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب مصطفی محمدی، متولد 1366، بومی شهرستان کودشت. از سال 96 در منطقه کشماهور استقرار پیدا کردم. یکی از خانواده‌های متدین و زحمتکش این روستا به خاطر فقر و بیکاری تقریباً 3 سال پیش به تهران مهاجرت کردم. بعد از تقریباً 2 سال از فرمانده محترم پایگاه باخبر شدم که فرمودند فرزند فلانی به دام گروه‌های معاند افتاده. زمانی که من شنیدم که به گروهک پیوست فریب خورده، بعد به حاجی آقا محمدی من خبر رو رساندم که حاجی آقا یکی از بچهای این منطقه کشماهور فریب خورده به گروهک پیوسته. حاجی آقا هر کاری در توانت یا علی بگو که هر طوری شده ای آقا را باید به کشور خودمون برگردانیم. لذا جویا شدیم، با پدر بزرگوار این جوان ارتباط گرفتیم و متوجه شدیم که این جوان در یه مکانیکی برای کسب روزی حلال مشغول کار هستند و یه عده‌ای میان این جوان رو فریب میدن و به دام گروهک تجزیه طلب معاند میفته. یه شرکتی خواستن شرکتی کار نداریم. گفت 3-4 تا بودیم کار میکردیم. بعد حرام حلال رو میگم. گفت کار میکردیم، گفت یکی مثلا ماشینش میآورد، خواهرش میآورد، گفت نگاه میکردن 3-4 تا مکانیک بودیم. گفت یه رئیس هم داشت طبقه بالا بود. گفت نگاه میکردیم واسهش مینوشتن چی میخواد چی میخواد چی میخواد. گفت یارو میرفت برو 5 ساعت بیا، برو 5 ساعت بیا. میآمد پس گفت مثلا 5 تومن هزینه‌اش بود میکردن 8 تومن میکردن 10 تومن اضافه میگرفتم. گفت چند بار اینا رو دیدم من. گفت یه روز به خدا گفت یه آهن گرفتم دستم، گفت ما حرام میخوری چرا این کارا رو میکنی؟ رئیسه از بالا گفت این چیه این سر صدا؟ گفت یارو گفت آقا سینا دعوا داره. گفت بیا بالا ببینم واسه چی دعوا داری؟ گفت رفتم بالا، گفتم واسه این دعوا داره، منو تسلیه کن برم. دلسوزانه مثل اینکه مثلا برادر خودم این اتفاق براش افتاده باشه. واقعا ورود پیدا کردم به این قضیه و با خانواده این جوان ارتباط گرفتیم، با خود جوان ارتباط داشتیم. میدونم چه کارشم. گفت خلاصه گیر افتادم، الانم راه برگشت ندارم تا موقع خدا یه کاری کنه. چون اونجا حتما بهشون میگن برید اذیت میکنن چی کار میکنن. من زنگ میدم پسرم با خدا اطلاعات زنگ بهم زده، سپاه زنگ بهم زده، قول دادن اینجا هیچ مشکلی نداری، حاجی آقا هم قول داده، اینا با هم ارتباط داشتن، خدا نخواسته دروغ نمیگن. چون اگر راهی شد برگشتی اینجا خیال راحت باشه. چیزی از دستم نمیاد. چیکار میکردی؟ چیکار کنم باشه؟ این جای شهر ایران بود بگم برم سربس بزنم، چیزی از دستم برنمیاد. اگر خودش نمی آمد، خودش اونجا دوی پوپسی من شده بود، خودش نمیاد، من میخواد چی کار کنم؟ من احساست چی بود تو این قضیه؟ دلت براش تنگ نشد؟ موام سرمت سفید شد. چطور دلم تنگ نشد؟ حاجی آقا میدونن من مادر فامیلا چقدر ناراحت بودیم باشه. از لحاظ سیاسی و خدمت شما عرض کنم اعتقادی با این جوان بحث داشتیم، حرف زدیم، تمام تلاش خودمون رو به کار گرفتیم با کمک اطلاعات سپاه شهرستان کودشت و به حمدالله این جوان رو از چنگ گروه‌های معاند نجات دادیم.